تئوری خیلی عجیبه. اگه بهت بگم بیشتر از 7 قاره روی زمین هست چی؟ ممکنه راجع به سایز زمین بهمون دروغ گفته باشن و زمین بزرگتر از چیزی باشه که ماها فکرشو میکنیم. اگه دیوارهای یخی قطب جنوب ما رو از بقیه قاره ها جدا کرده باشه چی؟ متاسفانه ماها هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم، چون که ورود به قطب جنوب ممنوعه و توسط ارتش محافظت میشه. این تئوری میگه اونور قطب جنوب حدود 20 تا قاره دیگه وجود داره که توی اون حیوانات ما قبل تاریخ، بیگانگان یا به قول خودمون آدم فضایی‌ها و تمدن‌های پیشرفته وجود دارن. و قسمت دارک این تئوری اینجاست، مایی که توی 7 قاره زندگی میکنیم میتونیم یه نمونه آزمایشی برای اونا باشیم. به خاطر همین ورود به قطب جنوب ممنوعه. نظر تو چیه؟ این تئوری میتونه واقعی باشه یا نه؟ مرسی.